نسیم جان قاسموف ساکن ناحیه رودکی را روز 9 نوامبر در روزی که جشن تولد داشت و 18 ساله شد به ارتش بردند. برادر خرده او نعیم جان نقل میکند که صبح بر وقت 8 نفر در خانه آنها را شکسته به تگورو کردن جهاز خانه و به زمین هوا دادن لباسهای داخلی جوان شروع کردند. نعیم جان میگوید این افراد برادرش را جستجو داشتند. در همین وقت نسیم جان از تریزه به خانه همسایه در آمده و از آنجا در داخل تهخانه پنهان شده است. یک از صاحب اومد رئیس محله تای پدوال بینن گفتن یافته موی سرش کشیده پای لیچ مهنسکی بردن شب پاپشی دیاتش فرمای ملیسگی پوشیدگی بود تمام. مادر آنها گلبهار در کار بوده است. هرچند نعیم جان نورس از آدمان خشمگین ترسیده بود ولی با دقت هر قدم آنها را مشاهده میکرد. هم تا کشولکه آچه جان گو سرم تمیرم او شما با عقبش خپی گو سرت نمیتیم هم تا کشولکه را آورنش نیک مای دم بیویا نخم بیدم. همسایه ها میگویند پس از آنکه نسیم جان قاسموف را دستگیر کردند او را تقریبا با تنی اوریان مجبوراً به ماشین بار کرده و به سمت نامعلوم بردند. بعد از چند روز بردن این جوان به نزدیکانش خبر دادند که او الکی به خدمت در قسم مرزبانی سفربر شده است. مقامات محلی اصرار می‌ورزند که آنها یگان قانون را پایمال نکردند. سبوحت به ما گفت که آنها آمده به دست نسیم جان دعوتنامه سپردند. سوال به میان میآید در کدام لحظه وقتی که آنها در را شکستند، وقتی که او را در داخل و گرد و اطراف خانه مثل تروریست جستجو کردند، کی وقتی او را در داخل پدیست کشوله کردند. به قول حقوقشناسان شرکتداران شکار نسیم جان قاسموف و جوانان دیگری به اصطلاح مردمی ابله‌وه شده با این عمل خود بسیار ماده‌های کودکس جنایی از جمله سوء استفاده از منصب، دخل ناپذیری منزل، مالکیت و امثال این را ویران می‌کنند. آیا آنها در واقع سینی دعوتی هستند؟ من شناسنامه او را دیدم. در آنجا 9 نوامبر سال 2001 نوشته شده بود. با حسابگیری مهلت وقت از روز دیگری تقویمی آغاز می‌یابد. در ساعت 12 شب از روز 9 به 10 در روز 9 او نابالغ حساب می شود، یعنی وی 18 ساله نبود. با گفته فعالان حقوق بشر امسال نظر به سالهای پیش شکایت‌ها درباره ابله‌وه بیشتر شده است. ظاهراً با راه دیگر جوانان را به ارتش جلب کردن نمی شود. در مجموع در تاجیکستان 600,000 نفر سینی دعوتی هستند. از این رقم سالانه همگی 3% آنها باید به ارتش جلب شوند. غذای ناخوب، نارسایی، لباس گرم، مهترسالاری یا دیدفشینه و از همه مهمش نبودی بخطری بیشتری جوانان را از خدمت در ارتش می‌گریزاند. سال گذشته 40 یا 50% بود. امسال تقریبا 80% مراجعت‌ها به جلب غیر قانونی دعوت به ارتش وابستگی دارد. تقریبا هر یک مراجعت به ابله و ویران کردن دخل ناپذیری منزل و تشخیص بی‌صفتی طبی مربوط است. احتمالاً هر سال اجرای نقشه مشکل‌تر می‌گردد تا اون وقتی که ما در ارتش اصلاحات قطعی را عملی نکنیم وضع بدتر می‌شود. صرف نظر از نشر نوارهای زیاد در اینترنت و شهادت جبردیده ها، مقامات چون همیشه وجود موردهای ابله‌وه را رد می‌کنند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که در صورت جای داشتن چنین حالت‌ها باید به کمیسیه دعوتی محل جای زیست مراجعت کنند. تا انجام موسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مسلح تاجیکستان 2 هفته دیگر مانده است. این دوره است که جوانان سینی دعوت کوشش می‌کنند تا حد اکثر از دست کارمندان کمیسیه دعوتی فرار کنند.